بسم الله الرحمن الرحیم. سوره بقره آیت 235 در سپاره دوم. سیقول سوره بقره آیت 252 ما و شما 235 رسیده بودیم. در آیت 235 پیشنهاد ازدواج و خانم های که چی هستند؟ خانم هایی که در وقت عدت هستند. خب طبعا ما شما میفهمیم که برای خانم ها در وقت که اینا عدت می باشن، چه عدت طلاق باشه یا عدت به خاطر وفات شوهرش باشه، در این وقت خطبه یا خواستگاری ناروا هست، باید خواستگاری نشه. اما اگر کسی در این وقت اوتو کنایتاً بعضی الفاظی را میگه، ایره عرض میگه. عرض یعنی یک پیشنهاد کنایی برای اونا میکنن. حکم ازی در نظام اجتماعی اسلام چی هست؟ الله متعال میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا جناح علیکم، و گناه نیست بالای شما فیما عرضتم به، آنچه که شما پیشنهاد میکنین بهی توسط آن، من خطبت النساء، از خواستگاری خانما، یعنی پیشنهاد کنایی، نه لفظ صریح که من میخوایم با تو ازدواج بکنم. این لفظ صریح درست نیست، بلکه به شکل کنایی تو میفهمونیش که او اکننتم فی انفسکم، و یا ای که شما در نفس هایتان ایره چی ساختین، مثلا مخفی در نفس هایتان ایره نگه داشتین. دیگه در این صورت چی هستن؟ علم الله، پروانه است، لا جناح یعنی گناه نیست. علم الله انکم ستذکرونهن، میگه الله میدونه که شما اینا را یاد میکنین برشان، ولکن لا تواعدوهن، لکن برشان شما وعده ازدواج نمیتین، یعنی خواستگاری جدی نمیکنین که خواستگاری باشه که امرای شما ما ازدواج میکنم. ولکن لا تواعدوهن سرا ستذکرونهن، شما اونا را یاد میکنین، لکن لا تواعدوهن سرا، لکن مخفی به امرایشان وعده نمیکنین. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگری که شما سخن نیک بگوین. ولا تعزموا عقدة النکاح، و شما عزم عقد نکاح را نکنین. حتی یبلغ الکتاب اجله، تا وقتی که امی عدت به وقت کاملش برسه. و علموا، و بدانید که ان الله یعلم، که یقینا که الله میدانه، ما فی انفسکم، آنچه که در نفسهای شماست. فاحذروه، پس از الله خوف و ترس بکنین. و علموا، و بدانید که ان الله غفور حلیم، بدانید که الله مغفرت کننده هم است و بسیار حلیم هم است. بعد از طلاق قبل از مباشرت میگه که مثلا اگر یک کسی پیش از مباشرت جنسی مثلا فقط نکاح میکنه، ما شما در آیت 236 رسیدیم که اگر کسی مثلا پیش از که با خانم خود وقت نکاح کرد و پیش از مقاربت یا نزدیکی جنسی او را طلاق میکنه، دیگه اینجا چی هست؟ میگه لا جناح علیکم، گناه نیست بالای شما، این طلقتم، اگر شما طلاق بکنین نساء همسرانتان را، ما لم تمسوهن، تا وقتی که شما با اونا را مس نکردین، او تفریدوا لهن فریده، و بر از اونا چیز هم نکردین، محرم تعیین نکردین. یک کس نکاح میکنه محرم تعیین نکرده، لکن امی وقتی که مهر تعیین نکرده، بعد از اینکه نکاح کرد عالی مهرشان تعیین نیست و جور نامدن، حال طلاق میشه. پس در این صورت حکم ازی چی هست؟ این حال میگه که و متعوهن، الله متعال میگه بر از اینا متعبتین. متعم هدیه یا تحفه که هست که بر از اینا داده میشه. علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. علی الموسع یعنی کسی که از نگاه اقتصادی وسعت داره، او به اندازه متوان اقتصادی خودم این تحفه را برش میده. و علی المقتر، و کسی که مثلا فقیر است و در اقتصاد ضعیف است، او به اندازه تواناییش برش تحفه میده. متاعا بالمعروف، یک متاع یا یک متاع یا تحفه هست که
و معروف برازی امی یا مبلغ مالی یا لباس یا هر چیزی که هست برازی میتن حقا علی المحسنین، یه حق است بالای نیکوکارا، یعنی انسان های نیکوکار باید این کارا بکنن. و این طلقتموهن، اما اگر مهر تعیین شده باشه و آل بعد که مهر تعیین شده باشه و اما مباشرت یا نزدیکی و مقاربت یا خلوت صحیحه که همراه خانم در یک اتاق خلوت نکردن، این در این صورت باز حکمش است و ان طلقتموهن، و اگر شما اینا را طلاق کردین من قبل ان تمسوهن، قبل از اینکه شما اونا را مس بکنین یعنی نزدیکی جنسی بکنین، و قد فرضتم لهن فریضه، و در حالی که شما بر از اونا امو اندازه مهر تعیین کردین، یعنی مهر تعیین کردین، آلو خب مهرش تعیین شد، تعیین شدگی هست. ایناله برازی چقدر باید قبل از مقاربت وقتی که طلاق میشه این چقدر حق میرا چیز دارن، حق دمی مهر خود، فنصف ما فرضتم، باز بر از اینا نصف چیز داده میشه، از امو نصف امو مبلغی که به مهرزی تعیین شده، الا ان یعفون، مگر ای که اینا عفو بکنن، او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، یا کسی که به دست از او عقد نکاح هست، یا خود امی خانم از امی مهر خود بگذره، و یا ای که کسی که چی است به حساب طفل خرد است یا سنش خرد است یا مثلا مشکلات دیگه داره، ولی از او باز ایره اگر عفو بکنه. و ان تعفو اقرب للتقوى، اگر شما عفو بکنین این به تقوا نزدیکتر است. ولا تنسوا الفضل بینکم، لکن فضیلت و خوبی در بینتان فراموش نکنین. ان الله بما تعملون بصیر، یقینا که الله با آنچه که شما عمل میکنین بسیار بصیر و باخبر است. اجدهم، این حکمی که هست اینجا حکم محافظت به نماز. الله متعال میگه که و حافظوا علی الصلوات، شما محافظت بکنید در نمازها، و صلات الوسطى، و خصوصا به نماز وسطی. و علما غالبا در ایرا صلات وسطى اکثرا علما نماز عصر میگن، چون در وقت نماز عصر که است بسیاری کسا یا در راه می باشه یا در کار می باشه یا در سودا خریدن می باشه، در این قسمت بسیار کسا در نماز عصر بی‌تفاوتی میکنن، ولی الله متعال میگه در نمازهایتان و در اوقاتش بسیار محافظت بکنین. این عادتهای غلطی که مثلا تال میتینین، ناوقت میکنین، در نماز بی‌تفاوت هستین، این کار درست نیست. برای یک انسان مؤمن موحدی است که در اول وقت نماز خود ادا بکنه و به نمازهای خود بسیار چی بکنه، محافظت بکنه، و به خصوص در نماز وسطی. و قوموا لله قانتین، و شما برای الله متعال استا شوین در حالی که بسیار خشوع داشته باشین. یعنی تو نشه که نماز میخواین تیز و به عجله، بلکه باید بسیار به خشوع و تواضع. دیگه حکم دیگه که بیان میشه، مثلا اگر انسان در خوف و ترس باشه خیلی باز نماز چطور کنه، مثلا دشمن حمله میکنه، این هم الله متعال میگه که فإن خفتم، اگر شما ترس داشتین، فرجالا او رکبانا، باز شما میتونین که مثلا ایستاده، یا مثلا شما میتونین که در حالت سوار یا در حالت پیاده باشین یا در حالت سوار باشین. شما نمازهایتان به شکل چی بخوانین؟ به شکلی که در ترس هستین، یعنی مثلا جنگ از جهاد است و دشمن ها حمله میکنن، و اگر کلگی به نماز جماعت استاد شوند باز برشان چی پیدا میشه؟ مثلا ترس حمله دشمن است. در این صورت انسان میتونه که به شکل پیاده یا سواره. فاذا امنتم، وقتی که شما در امنیت بودین، فاذکروا الله، یادتون الله را، کما علمکم، اما قسمی که الله شما را تعلیم داده هست، اما قسمی که الله شما را تعلیم داده، به مو شکل شما الله را یاد بکنین. ما لم تکونوا تعلمون، او چیزهایی را که شما قبلا نمیدانستین. خب آل باز شماره 20 حکم حقوق نفقه خانم‌های بیوه در نظام اجتماعی اسلام.
والذین یتوفون منکم، و کسایی که از شما وفات میکنن، و یذرون ازواجا، و همسرای خود ترک میکنن، وصیتا لازواجهم، برای خانمهای خود وصیت بکنن، متاعا الی الحول غیر اخراج، وصیت بکنن که اینا را باید تا 1 سال از خانه کسی بیرون نکنه. و این خرجنا، اگر اینا خودشان به دل خود خارج میشن از منزل خود، فلا جناح علیکم، پس بالای شما گناه نیست، فیما فعلن فی انفسهن، اگر این خود خانم بیوه میگه که من میرم و عدتم پوره شده و میخوایم دوباره ازدواج بکنم، پس بالای شما گناه نیست که اگر اینا خارج میشن و چیزی که در مورد خود تصمیم میگیرن من معروف، از امور معروف، یعنی ازدواج مشروع شرعی. والله عزیز حکیم، و الله غالب با عزت است و حکم کننده با حکمت است. و حقوق وللمطلقات، و برای اعظمی خانم های طلاق شده، برای از اینا متاع بالمعروف، یک متاع یا یک تحفه داده میشه به شکل معروف و نیک، حقا علی المتقین، این هم حق است بالای متقیان. کذالک یبین الله، این قسم الله بیان میکنه، لکن برای شما آیاتش را. خب کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تتقون، شاید که شما تقوا بکنید. حالا میایم سر بحث دیگی که ما و شما در این چیز درس داریم، بحث دیگی که در نظام تشریعی اسلامی بیان میشه، این تشریع جهاد است در نظام جهادی اسلام. و اینال در این آیات بعدی برای ما و شما بیان میشه که امیر جهاد چه قسم صفات می داشته باشه و به می شکل جهاد منجر به چی میشه، و نشان میده که داوود علیه السلام وقتی که در صف جهاد قرار میگیره و او وقت امیر جهادشان طالوت علیه السلام هست، وقتی که داوود علیه السلام در لشکر طالوت جهاد میکنه، باز الله متعال بر داوود علیه السلام مقام خلافت میده، و داوود علیه السلام مقام نبوت هم داره که و هم خلافت. چرا یا داوود و انا جعلناک خلیفتا فی الارض، این مقام خلافتش است، و ای که داوود علیه السلام در جمله انبیای الله هست، ما و شما به هم ایمان داریم. و در این آیات الله تعالی می احکام بیان میکنه که امتحان الهی و نصرت الهی برای مجاهدین به چی شکل میرسه. اینجا الله متعال میگه که الم تر الی الذین، آیا ندیدی به طرف کسانی که خارج شدن من دیارهم، از منازلشان اینا خارج شدن. چه قسم خارج شدن از منازلشان؟ و هم الوف، هزارا کس بودن، حذر الموت، از ترس مرگ. یعنی این بیان کسایی را میکنه که اونا در جهاد سستی میکنن، میگه اینا هزار بودن، الوف، هزارا نفرها بودن، لکن بسیار مردمای ترسو بودن. فقال لهم الله موتوا، الله برشان گفت که بمرین، ثم اینا را هلاک، ثم احیاهم، باز اینا را زنده کرد. ان الله لذو فضل علی الناس، یقینا که الله صاحب فضل است به مردما، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لکن اکثریت مردم شکر نمیکنه. این بیان سستی یا حکم سستی در جهاد است. دوم، حکم به جهاد فی سبیل الله. اینال در نظام جهادی اسلام، اینال اینجا چی هسته؟ حکم تشریعی جهادی هست. و قاتلوا، و شما قتال بکنین، فی سبیل الله، در راه الله. وقتی که فی سبیل الله گفته میشه، اینجا علما مفسرین میگن که اینجا قتال چی هست؟ فی سبیل الله اینجا جهاد مسلحانه هست. و قاتلوا یعنی جهاد یا قتال مسلحانه بکنین، لکن فی سبیل الله، در راه الله، به خاطر اعلای کلمات الله قتال و جهاد بکنین. و علموا، و بدانید که ان الله سمیع علیم، یقینا که الله سمیع بسیار شنواس، علیم بسیار دانا هست. خب سومی حکم به جهاد فی سبیل الله را چی میگه؟ حکم به جهاد فی سبیل الله یا جهاد
مسلحانه وقتی که انسان میکنه، بعد از این حکم دیگه بیان میشه که او حکم قرض است. حکم قرض اینجا الله متعال بیان میکنه که در بین از من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی هست کسانی که قرض میتن به الله قرض حسنه. خب اینجا یک سوال پیدا میشه که الله ذات غنی هست عن العالمین و تمام مال ها است، این مال الله هست، مالک همه ما الله هست. اینجا چطور گفته شده که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا؟ یعنی معنایش اینجا میشه که والله اعلم که وقتی یک انسان به یک کسی که ضرورت داره و احتیاج داره و پیش ما میایه و طلب قرض میکنه، در حقیقت وقتی که ما به امی قرض دهنده، قرض گیرنده وقتی که قرض میدیم، اینجا در حقیقت اینجا رضایت الله متعال مراعات میشه. و وقتی که اینجا رضایت الله متعال می باشه، مثل از که انسان امی مال خود برای الله داده. یعنی این دلالت میکنه به فضیلت و درجه و ثواب قرض که انسان یک کسی بیچاره که مظلوم است و محتاج است و پیش یک کس میایه برای قرض و ای برشان قرض میده. از این خاطر الله متعال میگه که این قرض که شما برای دادین مثل که به ذات ذوالجلال به خاطر رضایت از او داده باشین. اینال اگر کسی قرض حسنه میده فیضاعفه له اضعافا کثیره، الله متعال امیر چند برکت از زیر چند مرتبه میسازه که الله متعال برای انسان پول میده و برای برکت میده و امی اجر ازیره و خود مال ازیره هر دو رو برای چندین مرتبه میکنه. والله یقبض و یبسط، و الله هست که برای بعضی کسا به اساس حکمتش بعضی ها را مثلا فقیر میسازه و بعضی دیگر ها را چی میسازه؟ یعنی غنی میسازه. این بسط و قبض یعنی غنی شدن و فقیر شدن یا مالدار شدن و عدم مالدار شدن، این به حکمت های الله متعال تعلق میگیره و الیه ترجعون و به طرف الله میگه شما رجوع میکنین. خب بعد از درباره کسانی که بعد از فرضیت جهاد اینا چی میکنن؟ کسایی که بعد از فرضیت جهاد از جهاد سرکشی میکنن چی حکم داره؟ الله متعال میگه الم تر آیا ندیدی الی الملأ من بنی اسرائیل، با گروهی از بنی اسرائیل من بعد موسی، بعد از موسی علیه السلام، اذ قالوا هنگامی که گفتن لنبی لهم برای پیغمبرشان، یعنی بعد از موسی علیه السلام. اینجا ای هم در بنی اسرائیل است، یعنی بعد از موسی علیه السلام پیغمبر می باشه و مردمی بنی اسرائیل میاین پیش به پیغمبر خود میگن که ابعث لنا ملکا، برای ما یک امیر جهاد تعیین بکن. اینجا ملک منظورش امیر جهاد که ای بخیزه قیادت جهادی را به دوش بگیرن، نقاتل فی سبیل الله، که ما با امرای امی شخص یا امیر جهاد بکنیم در راه الله. قال هل عسیتم ان کتب علیکم، گفت آیا شما این قسم نخواهید بود که اگر بالای شما فرض کرده شود قتال، الا تقاتلوا، ای که شما قتال یا جهاد نکنین. قالوا اینا گفتن و مالنا، ما را چی شده؟ الا نقاتل فی سبیل الله، ای که ما قتال نکنیم در راه الله، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، در حالی که ما بیرون کشیده شدیم از چی؟ از دیار و سرزمین ما، از خانه های ما و ابنائنا و از فرزندان ما. فلما کتب علیهم القتال، وقتی که بالای زنا قتال فرض شد، اینا خودشان آمدن و طلب کردن که ما میخوایم جهاد کنیم. وقتی که بالای زنا کتب به معنای فرض، یعنی فرض کرده شد بالای زنا قتال، تولوا، با زنا رو گشتانیدن، الا قلیلا منهم، مگر یک تعداد کمی از زنا، الا قلیلا منهم والله علیم بالظالمین، و الله علیم هست و بسیار باخبر است به ظالمان. نقطه پنجم در نظام جهادی اسلامی چی است؟ تعیین طالوت علیه السلام من حیث امیر جهاد هست. و قال لهم نبیهم، میگه پیغمبرشان برشان گفت که ان الله
یقینا که الله سبحانه و تعالی قد بعث لكم طالوت ملکا، بر شما طالوت من حیث امیر جهاد معرفی کرده هست. اینجا طالوت علیه السلام من حیث چی معرفی شد؟ من حیث امیر جهاد تعیین کرده شد. قالوا اینا گفتن انا یکون له الملک، این مالکیت یعنی امارت جهاد، امیر بودن جهاد چه قسم بر از او داده میشه؟ و نحن احق بالملک منه، ما به این امیر بودن یا این رهبریت جهاد نسبت به او ما مستحق تر هستیم. ولم یؤت سعة من المال، اینا هر چیز به چشم مالی، مال پرستا و ماده پرستا همیشه همین فکرشان به طرف مال است. ما خوب مالدار هستیم، باید امیر جهاد هم باشیم. قال پیغمبر برشان گفت که ان الله اصطفاه، الله ایره برگزیده، تعیین کرده، علیکم بر شما، و زاده بسطة فی العلم والجسم. این طالوت علیه السلام بر شما دو برتریت داره. برتریت خدا مال نیست، یک نفر بسیار مال زیاد داره، لکن این یا بسیارت لاغرک است که هیچ زور نداره، در یک بکس سقوط میکنه در زمین، و یا چی هسته یا علم نداره که مثلا چه قسم این عمول لشکر رهبریت بکنه. آلی این دو صفت برای امیر جهاد اینجا میگه که وزاده بسطة، الله متعال ایره اختیار کرد و بر از او بسطة یعنی خوب اما تو وسعت داد که هم در علم خوب عالم است. متوجه شدین؟ یک ارزششی است که امیر جهاد عالم باشه تا کو بتانه احکام جهاد در اثنای جهاد تطبیق بکنه، از پیشش اشتباهات و غلطی ها نشه، اما حکم شریعت بفهمه که مثلا با کی جهاد میشه و چه قسم کسی که مثلا اسیر میشه چی حقوق داره، و کسی که مثلا کشته میشه مسلوی گپای اجازه نداره، و کسایی که مثلا در جهاد امرای زنا جنگ نمیشه، کشته نمیشن، مثلا زنای ضعیف، زنای که در جهاد نیستن، در جنگ نیستن، ناجز هستن، یا ریشسفیدا یا اطفال یا اینا، این کل مسائل و احکام شرعی را این میفهمه. پس طالوت علیه السلام که هست این گفت الله متعال من حیث امیر جهاد تعیین کرده به خاطر دو صفت که یکی علم داره و الجسم، و در جسامت خود هم خوب و قوی هست، خوب میتونه که در صف در مقابل مثل خالد ابن ولید، مثلا صحابه قعقاع رضی الله عنه، خالد ابن ولید رضی الله عنه و دیگه مثلا بسیار صحابه را، ابو جندل، اینا کسایی بودن که اینا خوب و متجسامت قوی داشتن که در صف علی رضی الله تعالی عنه و عمر رضی الله تعالی عنه، اینا هر کدام از اینا را که می‌بینید اینا فرسان النهار و رهبان اللیل، یعنی صحابات بودن مثل امو بسکش که میگن فرسان، ما شما بسکش میگن، امو اسبای بسکشی رو که سوار میشن، اما تو اسب سوارای روزانه بسیار قوی که سر اسب هم تو سوار میشدن با بسیار قوت، و شب هم بسیار در عبادت و در طاعت الله بودن، فرسان النهار و رهبان اللیل. ای طالوت علیه السلام این دو صفت داره، یکی در علمیت خود که این علم سبب میشه که انسان در تصامیم خود بسیار خوب باشه. مثلا امام بخاری در کتاب صحیح بخاری میگه که باب العلم قبل القول والعمل، اول علم بسیار مهم است که علم داشته باشه پیش از اینکه سخن بگه یا عمل بکنه. چرا؟ اگر یک انسان احکام شریعت نفهمه از پیشش بسیار غلطی ها و اشتباهات میشه. بنابراین اینجا طالوت علیه السلام الله متعال هم در علم و هم در جسم، در قوت جسمانی بسیار قوی هست و بسیار خوب، اما تو فرسان فارس است و مثل یک چاپانداز یا مثل اسب سوار هست. از این خاطر الله متعال ایره من حیث امیر جهاد بر شما چی کردن؟ تعیین کرده. والله یؤتی ملکه من یشاء، و الله همی مالکیت خدا یا امارت جهاد میته برای هر کسی که خواسته باشه. والله واسع علیم، الله بسیار واسع هست در علم و حکمتش و علیم از بسیار عالم هست. ششمی نقطه علامت امیر بودن طالوت خواستن. اینا چون همیشه علامت گپا میخواستن، اینجا الله متعال این علامت بر از اینا داد و او علامت چی بود که وقال لهم نبیهم، پیغمبرشان برشان گفت که ان آیت ملکه،
دلالت یا همون نشانه امیر بودن و مالکیت طالوت علیه السلام ان یأتیکم التابوت، ای که بیایه به نزد شما یک دانه صندوق. تابوت در زبان عربی صندوقه میگه، صندوقچه یا صندوق که میگن. فیه سکینة من ربکم، که در این صندوق یک سکون هست از جانب پروردگارتان، و بقیت و باقی مانده مما ترک آل موسی و آل هارون، اما چیزهایی را که خانواده موسی و هارون ترک کردن علیهم السلام دوه هست. تحمله این صندوق کی میاره؟ ایره حمل میکنه ملائکه. ان فی ذلک لآیه، در این یک دلیل هست و نشانه هست لکم برای شما، ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنا هستین. آل الله متعال میگه وقتی که کسی باز حرکت کرد به جهاد، در جهاد چی است؟ امتحانات است و در پالوی امتحانات و سختی های جهاد نصرت همی کسایی که اینا واقعا احکام و شریعت الله را اطاعت میکنه، و عدم نصرت الهی هست برای کسایی که حکم الله را تطبیق نمیکنن. فلما فصل طالوت بالجنود، هنگامی که طالوت لشکرها را با خود، همی لشکریان لشکر مجاهدین با خود چی کرد؟ با خود اینا را بیرون کرد. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتلیکم بالنهر، بر از اینا گفت که ای بنی اسرائیل، شما که حال برای جهاد برآمدین، الله شما را امتحان میکنه. هر لحظه عمر متوجه باشین که امتحانات است. انسان در هر ثانیه عمرش امتحان میشه. یکی با مالش امتحان میشه، یکی با غریبیش امتحان میشه، یکی با جوانیش امتحان میشه، یکی با قواره و زیباییش امتحان میشه، یکی با قواری ضعیف و مثلا رنگش خرابش امتحان میشه، یکی با ریش سفیدش و ضعیفیش امتحان میشه، یکی با قدرت و تواناییش. و به هر لحظه، حتی در صف جهاد و در هنگامی که انسان با کفار و با منافقین و مشرکین و مرتدین جهاد میکنه، امتحان میشه. بر از اینا گفت که الله متعال شما را امتحان میکنه. به چی؟ به نهر، که آل در مقابل شما، چون شما میرین به طرف جنگ، اینجا یک در مقابلتان یک دریا میه یا یک جوی میه و این خوب آب یخ هم دارن و شما بسیار تشنه هستین. حکم الله است که شما وقتی حکم الله را باید قبول بکنین، چی کنین؟ از این نهر شما یک کمک آب در کف دستتان بگیرین، بنوشین. و تو زیاد خود دم یاو نپردین که تو بنوش. اینجا الله متعال بر از اینا گفت که طالوت علیه السلام بر از اینا گفت که ان الله مبتلیکم بالنهر، الله شما را ابتلا کرده به می دریا. فمن شرب منه، هر کسی که از این آب نوشید، فلیس منی، از جمله پیروان من است. من امیر الجهاد هستم، فیصله حکم کردم که الله این قسم حکم کرده، پس اگر کسی از این آب نوشید از این دریا، این از جمله من است. و من لم یطعمه، و کسی که از این ننوشید، فانه منی، و از جمله پیروان من است. الا، مگر من اغترف بغرفة بیده، مگر کسی که یک کف آب این قسمی به دست خود بگیره و کمی بنوشه تا که امو تشنگیش مرفوع شود. یا وقتی که اینجا آمدن بنی اسرائیل خوینی خرابی ها را داشتن، فشربوا منه، آمدن یک دفعه کمی آب دیدن، سر آب حمله کردن و تا که تانستن اما از این آب نوشیدن. الا قلیلا منهم، یک تعداد کم از اینا صبر کرد. یعنی صبر، ببینین چقدر صبر در طاعت است، صبر در مصیبت است و صبر در معصیت است. این بعضی اوقات انسان در طاعت، یک کسی که صبر نداشته باشه 10 رکعت نماز در 2 دقیقه میخونه با صبری، و صبر در معصیت است. بعضی کسا که می گناه دمروش آمد دیگه صبر کردن نمیتونه، عاجل به گناه خودم مبتلا میکنه. و یکی صبر در مصیبت است، یک کمه که مصیبت آمد یک دفعه انفجار میکنه و حتی کفر میگه. پس اینجا بر از اینا در صبر اینا را امتحان کرد. لکن فشربوا، پس اینا نوشیدن منه از آب از دریا، الا قلیلا منهم، مگر یک تعداد کمی از اینا. فلما جاوزه هو، وقتی که از این نهر عبور کردن طالوت علیه السلام و الذین آمنوا معه، و کسانی که همراهش ایمان داشتن،
قالوا اینا گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. گفت ما خو این لشکر طاغوت، او وقت طاغوت چی نام داشت؟ جالوت نام داشت. گفت ما با این لشکر طاغوتی که جالوت است و جنودش و لشکر ازی که چقدر اینا زیاد هستن ما توان نداریم. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، در بین از اینا کسانی که یظنون در مسائل اعتقادی به معنای یعتقدونه، یعنی گفتن کسانی که اعتقاد داشتن انهم ملاقو الله، یقینا که اینا با الله ملاقات میکنن. و اینا گفتن کسایی که ایمان داشتن به ملاقات الهی که ما با الله ملاقات میکنیم، قیامت است و ملاقات الهی هست و الله نصرت میکنه، این کل چیز برای از اینا گفتن که کم من فئت قلیله. برای دیگرها گفتن که این گپ نزنین، بسیار اینجا کم چی میگن؟ اینا کم خبریه میگن، یعنی این کم به معنای استفهام نیست، این خبر است یعنی به تعداد زیاد. کم من فئت قلیله میگه بسیار هست واقع شده که یک گروه کم چی هسته؟ کم من فئت قلیله غلبت فئتا کثیره، اینا غالب شدن بالای یک گروه بسیار بزرگ از طغیانگرا و از کافرها و بیدینا، به اذن الله، به حکم و اجازه الله. والله مع الصابرین، و الله به همراه صبر کننده ها هست. اینال الله متعال میگه ولما برزوا لجالوت و جنوده، وقتی که اینا به مبارزه برآمدن در مقابل لشکر جالوت که طاغوتی وقت بود و جنوده و لشکریانش، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، باز اینا دعا کردن و چی کردن؟ باز وقتی که اینا در مقابل از اینا برآمدن باز چی کردن؟ گفتم که ای پروردگار ما بر قلب‌های ما افرغ، یعنی بریزان بر قلب‌های ما چی را بریزان؟ افرغ علینا صبرن، به قلب‌های ما صبر را بریزان. افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا، و یا الله ما را ثابت قدم نگاه دار. وانصرنا علی القوم الکافرین، این برای مجاهدین این سه چیز که برای مجاهد به درد میخوره که یکی بر ما را صبر بده که ما در مقابل امی دشمنا و طواغیت صبر بکنیم و در پالوی از اینا ثابت قدم باشیم. دوم وانصرنا علی القوم الکافرین، و یا الله تو بر ما نصرت بده به قوم کافران. حالا شما اینجا سعی کنین امی مردم در صف جهاد ولا سعی کنین آیت قرآن چی میگه؟ ولما برزوا لجالوت و جنوده، وقتی در مقابل لشکر جالوت و لشکرش برخواستن، این وقت اینا دعا کردن. بعضی کساس قلات بستر خواه میکنه و از اون بستر دعا میکنه، اونجا باز که نصرت الهی برای میرسه. نصرت الهی وقتی میشه که انسان بالفعل حرکت میکنه، در صف قرار میگیره، در مقابل دشمنا قرار میگیره، بعد از اون دست دعا را به بارگاه الله بلند میکنه که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فهزموهم باذن الله. الله چی میگم؟ اینجا امی شکست دشمن نشان میده که شکست دشمن به قدرت الله هست و خلافت با جهاد حاصل میشه. شکست دشمن با چی هست؟ شکست دشمن با نصرت الله میشه و خلافت اسلامی قائم میشه با جهاد. این ایده قرآن الله متعال میگه فهزموهم باذن الله. پس این مجاهدینی که در اینجا بودن، این لشکر طاغوت که جالوت نام داشت، این را شکست دادن به اذن الله. و قتل داوود و جالوت که طاغوت خطرناک بود، این را کی قتل کرد؟ کی را مردار کرد؟ داوود علیه السلام. این داوود علیه السلام اینجا در صف جهاد است و با پیغمبر است، جهاد میکنه. بعضی کسا هستن باز میگن که نه، از پیغمبر ما مسائل اخلاقی را میگیریم و برای ما مثلا اخلاق یاد میداد. نه، پیغمبر در پالویزی که توحید یاد میداد، عقیده را یاد میداد، اخلاق یاد میداد. ولی در نظام جهادی اسلام بالفعل رسول الله صلی الله علیه و سلم در صف جهاد بوده. اینجا داوود علیه السلام که پیغمبر الله هست، این در صف جهاد است، لکن امیرش در این وقت کی است؟ طالوت علیه السلام است. طالوت علیه السلام امیر جهاد است و رهبر طاغوتا کی است؟ جالوت نام داره. در لشکر طالوت علیه السلام کی هست؟ داوود علیه السلام است. داوود دیگه در این وقت خود در جوانی و در قوت است.
این در مقابل جالوتی که بسیار خطرناک و بزرگ است و بسیار طاغوت فرعون وقت خود است، داوود علیه السلام این را مردار میکنه. و آتاه الله الملک و الحکمه. آل اینجا بر داوود علیه السلام الله متعال چی را داد؟ الملک و الحکمه. ملک هم خلافت داد و هم حکمت داد و هم باز داوود علیه السلام من حیث خلیفه الله شد که بازی را آیت دیگه قرآن میگه که امین منظور از ملک و حکمت چی است؟ هم نبوت برجات و هم رهبریت، که رهبریت یعنی خلافت هم بر ازیداد. و آیت شریف باز میگه که یا داوود و انا جعلناک خلیفتا فی الارض. داوود ما تو را خلیفه در زمین تعیین کردیم، گردانیدیم. و علمه ما یشاء مما یشاء. و تعلیم داد برای داوود علیه السلام آن چیز را که مما یشاء، آن چیز را که الله خواسته بود. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. اگر دفع کردن الله که انسانهای بیدین و طغیانگر دفع نمیکرد توسط انسانهای مؤمن، یعنی جهاد نمی بود و این طغیانگرا به این شکل جالوت‌های طغیانگر این قسم توسط پیغمبرا و پیروای پیغمبرا اینا نابود نمی شدن، لفسدت الارض. با زمین فساد میگرفت زمین، هر جای باز امی سرکشا، طغیانگرا، طاغوتا، لشکر از اینا یا دیگه باز سرکشی میکردن. ولکن الله ذو فضل علی العالمین. لکن الله صاحب فضیلت است بر عالمیان. اینجا این فضیلت الهی هست با چی؟ بر عالمیان. اینال دلایل قدرت الله را میگه در جهاد. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. ای آیات الله هست، احکام الله هست، دلایل قدرت الله هست که ما این را تلاوت میکنیم به قدرت خود. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای تو به حق. و اینک لمن المرسلین. تو هم از جمله مرسلین هستی. همین قسم که داوود علیه السلام و دیگه پیغمبرها بودن، خودت هم یک پیغمبر هستی و تو از جمله رسولا هستی. از این خاطر تو هم همین قسم مثل دیگه پیغمبرها مکلفیت در تمامی نظام‌های اسلامی و به خصوص در نظام جهاد اسلامی داریم. الحمدلله جزء دوم ختم شد و باز بعد از این ما شما در جزء سوم بخیر شروع میکنیم.